ناصر مهدی ابطحی میگیره این توپو، خودش تو میره، فرصت برای علی دایی، توی دروازه، فرصت برای علی دایی، 2003 گل ما به دست بیاد و اینطور هم میشه. یه پاس بسیار عالی از امیر برای علی دایی، فرصت برای علی دایی باز هم ارسال توپ علی دایی و گل. یک ضربه سر و گل. این بار بیرون‌تر میزنه علی دایی و توی دروازه علی دایی اشتیاق تصویر مجدد به بده علی دایی و حالا توی دروازه گل سوم ایران. باز هم روی دروازه، فرصت برای ایران، از توی دروازه بیرون کشیدن، گل. حرکت شاهرودی، فرصت و گل ششم. مرد خوش تکنیک تیم ایران، ضربه برای دایی و توی دروازه گل هفتم ایران. از که خدایات عزیزی اومده تو زمین، جان تازه به خط حمله ما داده شده. علی دایی و گل سوم. حالا علی دایی برای علیرضا منصوریان موقعیت بسیار خوبی هست، موقعیت برای خدایات عزیزی. علی دایی و توی دروازه دومین گل ما. دایی عالی میگیره توپ رو توی محمد کریمه، خود علی دایی و توی دروازه عالی میره. مثل که تازه بازی شروع شده به همون زیبایی و سرعت. علی دایی یک ضربه عالی میتونه خدایات عزیزی میتونه کره چا بزنه. یه موقعیت برای علی دایی و ایران پنج رو به بزنی ما رو 6 گله و خودش رو 7 گله خواهد کرد. میزنه اون میتونه بالا به دومین گل برسونه و حالا نفس همه ما راحت شد. این مردانی دو اقتدار رو شوت و حرکت بازیکنان ما خوب ببینید. اینم میگن سومین گل. حالا بچه‌های ما میره که دروازه رو باز بکنن. ایران 4 ازبکستان 0. علی خود دایی پشت تو محکم میزنه و توی دروازه ضربه با پای راست. دایی زمین سره اومد توی دروازه. گل سوم تیم ایران توسط علی دایی رقم میخوره. حرکت جاران مدکنی محمد کریمه مفهومی بود. بسیاری حسن از اونها که خارج از کشور هست. یه فرصت توی دروازه.
پشت توپ و باز هم گل. باز هم گل. طلعت از لبنان، ضربه از دایی و باز هم گل. یه حرکت زیبا، پاس خوب برای دایی و باز هم گل. جشنواره گل، باقری، دایی و گل. نیکبخت کریمی که شماره 11 رو به تن کرده. یه فرصت برای ایران. علی دایی توی دروازه. بله تو وارد دروازه شد. علی دایی و توی دروازه. حسن دروازه عربستان میشکنه یا نه؟ میشکنه. توی دروازه. توی دروازه گل. گل. دایی میتونه بندازه. علی دایی صاحب توپ. توی دروازه. توی دروازه. گل. گل. ببینیم که این حرکت چه خواهد شد. دایی در محوطه جریمه. فرصت برای دایی و توی دروازه. یه مقدمی کیا سانتوروی دروازه و توی دروازه. گل برای تیم ایران. حساب کار 1-1 مساوی میشه. میاره پشت محوطه جریمه. پاس خوب برای سامره. فرصت برای سامره. حالا دایی میتونه دروازه رو باز میکنه. توی دروازه. جریمه. علی دایی و توی دروازه. گل برای تیم ایران. موبلی بلند میزنه. فرصت برای تیم ایران. توی دروازه. گل برای ایران. علی دایی. علی کریمی سانتو. یه فرصت برای مجیدی. حالا دایی میتونه گل بزنه. توی دروازه. توی دروازه. نوید کیا. حالا برای ادمان بزیک. فرصت برای بزیک. فرصت توی دروازه. توی دروازه. ضربه رو میزنه دایی و توی دروازه تو جای میگیره و ایران 1-0 از لبنان جلو میفته. حال نیکبخت حرکت رو آغاز کرده. سانتو روی دروازه عالی و توی دروازه. گل برای تیم ایران. باز هم علی دایی. حالا یه بار دیگه حرکت. این بار حالا یه سانت دیگه. نیکبخت روی دروازه. یه فرصت بالاخره توی دروازه. دروازه کازین. علی دایی و گل. گل 96مین گل علی دایی. یا رقم خواهد بود یا علی دایی حرکت میکنه و گل. وارد محوطه میشه. پاس در ارزو دایی و گل. یه سانتر بلند. دروازه خالی و توی دروازه. که بازیکنی هم گل میزنه. علی دایی. نکونام پشت منطقه جریمه. یه بار دیگه نکونام عالی میزنه. فرصت برای تیم ایران. توی دروازه. موبلی میفرسته برای دروازه و توی دروازه. هتریک علی دایی. یه پاس خوب. فرار کاظمیان. برهانی در منطقه جریمه است. پاس بلند برای دایی. توی دروازه. توی دروازه. گل چهارم برای تیم ایران. بازم علی دایی.